سلام، وقت شما بخیر. خب میخوایم یکی از مسئله های مسابقه ریاضی کانگورو 2018 رو حل بکنیم با هم دیگه. وقتی چند عدد صحیح را روی تخته نوشتیم که یکی از آنها 2018 است، حاصل جمع همه این عددها هم 2018 است، حاصل ضرب این عددها هم 2018 است. تعداد این عددها چه عددی میتواند باشد؟ خب قبل اینکه بخوایم ادامه بدیم حل این سوال رو، اینجا شما خلاصه ای از معرفی کانال کوشیار و وبسایت کوشیار دارید می‌بینید و مشخصات بنده رو اگر خواستید میتونید از طریق راه‌های ارتباطی که گذاشتم برای گرفتن کلاس‌های خصوصی اقدام بکنید. بریم سراغ حل سوال. سوال گفته که ما یه تعدادی عدد صحیح داریم که اینها در واقع حاصل جمعشون میشه 2018، حاصل ضربشون هم میشه 2018، یکیشون هم 2018. خب من یه دونه‌شون رو می‌نویسم 2018 بنابراین و علاوه بقیه‌شون هم می‌گیریم x1 تا xn. x1 به علاوه x2 ما که نمی‌دونیم چند تاست، n تاست دیگه، چون می‌خوایم تعداد به دست بیاریم. به علاوه xn این برابر شده با 2018. پس این جمع همه این عددها. حالا ضربشون هم که میشه 2018 ضرب در x1 x2 تا xn، ضرب اینها هم شده 2018. خب اینجا ما فرضیات مسئله رو آوردیم پیاده کردیم، به دو تا معادله رسیدیم. از معادله اول به این نتیجه میرسیم که خب جمع عددهای ما باید بشه برابر با 0 که با 2018 جمع بشه، جمع کلشون میشه 2018. یعنی جمع مابقی اعداد بهتره بگیم به جز 2018 باید بشه 0. ضرب مابقی اعداد باید چی بشه؟ باید بشه 1. پس ساده شده این دوتا معادله میشه این دوتا معادله که این زیر هست. خب حالا من یه سری عدد میخوام که این عددها جمعشون بشه 0 و ضربشون بشه 1 که خب قاعدتا باید صحیح هم باشن دیگه، چون خود صورت سوال گفته این عدد صحیح. برای حل این چیکار میکنیم؟ میگیم که این ضربه به ما 1 داده. خب ما میدونیم هر عدد صحیحی غیر از 1 و منفی 1 داخل اینها باشه بلافاصله اندازه حاصل ضرب از 1 میره بالاتر. بنابراین اعداد ما همشون یا 1 یا منفی 1. این تا اینجا که از این معادله دوم داریم نتیجه میگیریم. از طرفی چون حاصل ضرب اینها برابر با 1 شده، میگیم که تعداد منفی ها توی این x1 تا xn، تعداد اعداد منفی ما چی باشه؟ تعداد اعداد منفی ما باید برابر با زوج باشه. 2 تا باشه، 4 تا باشه. حالا هر تعدادی که در واقع زوج حساب بشه دیگه. تعداد اعداد منفی زوج. که خب این تعداد منفی رو که ما در آوردیم زوج هست، یعنی تعداد اعداد منفی 1 دیگه. بهتر اینو اصلاحش بکنم بنویسم تعداد منفی 1 ها، چون ما فهمیدیم که همه اینها 1 یا منفی 1. تعداد منفی 1 باید زوج باشه. خب چطوری من این زوج رو به وجود بیارم و چجوری بسازمش؟ ما میدونیم که اعدادی که تو فرمت دوکا باشن حتما زوجه. یعنی ما میگیم تعداد اعداد منفی 1 یا تعداد منفی 1 هامون دوکاه که دوکا ذاتاً زوجه دیگه. شما کار بذاری 0 میشه 0 زوجه، بذاری 1 2 یکی میشه 2 زوجه، 3 2 3 تا 6 تا زوجه. خب پس این میشه تعداد منفی 1 ها. حالا معادله بالایی هم نگاه میکنیم. تو معادله بالایی گفته که x1 به علاوه x2 تا xn باید بشن 0. خب من یه تعدادی منفی 1 دارم و همون تعداد باید مثبت 1 داشته باشم که اینها رو خنثی بکنه دیگه، چون گفتیم اعداد و فقط 1 و منفی 1. پس بنابراین شما میای اینجا و میگی دقیقاً به همین تعداد دوکا مثبت 1 هم داریم. پس تعداد مثبت 1 ها شد دوکا، تعداد منفی 1 هم شد دوکا. این دوکای پایین که برای منفی 1 ها بود به خاطر علامت به دست اومد. این دوکای بالا که برای مثبت 1 ها بود به خاطر این بود که جمع اینها بشه 0. پس ما فهمیدیم که یه تعدادی مثبت 1 و یه تعداد منفی 1 وجود دارن که جمع کلشون میشه 4 دوکایی بود و دوکا. یه 2018 ما جدا داشتیم، اونم جمع میکنه میشه 4 به علاوه 1. پس تعداد کل این عددها باید بشه 4 به علاوه 1. یعنی 1 مضرب 4 که به علاوه 1 باشه.
توی همه این عددها تنها عددی که منظورم بین گزینه هاست، تنها عددی که همچین خاصیتی رو داره عدد 2017. عدد 2017 یه مضرب 4 یعنی 2016 که به علاوه 1 شده. عدد 2016 رو میتونیم به فرمت 4K بنویسیم. بنابراین گزینه 2 رو انتخاب میکنیم و مسئله‌مون حل میشه.